هر نامی که میخوایی بگو، هر لقبی که میگذاری بگذار، هر چیزی که میکنی بکن، لکن تبا هر دوی ما در مقابل رب العالمین قرار میگیریم. تو که به خاطر جیبت مردم به شرک مبتلا میکنی، به خاطر جیبت مردم به قبر پرستی دعوت میکنی، به خاطر منفعت نفست افرأیت من اتخذ الهه هوا، تو که الهت معبودت خواسته های نفست گرفتی، به این خاطر حق بر مردم بیان کردن نمیتونی. بگو انشاءالله تعالی در روز قیامت کل ما و شما روبرو میشیم. اونجا رب العالمین میبینه که کدام بنده ما بنده واقعی بود، کدام بنده ما بنده مخلص بود، کدام بنده های ما لقب دیدن. اگر کسی به خاطر بیان عقیده توحید درست نام های سر مردم میماند، ما از رسول الله برتر نیستیم. به او رسول کذاب گفتن، بر او که رسول دروغگوی گفتن، بر از او ساحر گفتن و کاهن گفتن و مجنون گفتن. بر ما هم هر چیزی که هر کسی بگوین، ولیکن ما برشان میم که اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله. بسیاری کساست خصوصا دعوتگرایی که وقتی بحث بیاید آبروی خود در مقابل چشم خود قرار میتن. فلان شخص در تلفن مرا گپ بد میزنه، فلان کس از دو طرف ما اشاره میکنه، فلان کس سر من نام میمانه. آیا آبروی ما و تو از آبروی رسول الله برتر است؟ آیا عزت ما و تو از عزت رسول الله برتر است؟ آیا خون ما و تو از خون رسول الله برتریت داره که به خاطر کلمه توحید میریزن؟ چرا تا 40 سالگی به رسول الله صلی الله علیه و هیچ کسی چیز نمیگفت؟ چرا بعد از اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی برش آیت نازل شد که فاصدع بما تؤمر واعرض عن الجاهلین، از این مردمای بت پرست اعراض بکن، حق بر از اینا بگو، بر از اینا بگو که 360 بت شما کمال نداره. لا اله، نیست هیچ کسی که ذاتش عبادت شود و شریعتش تطبیق شود الا الله، بغیر از الله. در او وقتی که لا اله الا الله را بیان کرد، سر رسول الله صلی الله علیه و سلم دسایس مختلف شد. برادر دعوتگر، برادر مسلمان، برادر موحد، در وقتی که توحید الله را بیان می کردی، قبل از اینکه مشکلات خود در نظر بیاری، آبروی رسول الله را در مقابل چشمایت قرار بدی، عزت رسول الله را در مقابل چشمایت قرار بدی. دشمنای اسلام که در مقابلش قیام کردن، آیا در خانه تو 20 نفر آمده که تو را بکشن، که باز تو مجبور شوی هجرت بکنی؟ آیا کسی دخترت به خاطر عقیده توحید طلاق داده؟ از رسول الله صلی الله علیه و سلم 2 دخترشه فقط به خاطر لا اله الا الله طلاق داد ابو لهب سر بچهای خود. آیا سر خانم و ناموس گفت سر مادرش تومت کنی وقت درد نداره، سر پدر تومت کنی درد نداره، سر خواهرم که اگر بکنی بگو خانم کسی دیگه هست، سر کی تومت کنی؟ سر ناموسش، سر ام المؤمنین، سر مادر تمام مسلمان ها. و تا امروز تهمت جریان بوده، تا امروز این گپ تکرار میشه. پس انسان مسلمان وقتی که عقیده توحید بر مردم بیان میکنه، عزت رسول الله و عظمت رسول الله صلی الله علیه و سلم در مقابل چشم خود قرار میده. از گپ های مردم، از فرضه های مردم، از کسایی که مثل ابو جهل و ابو لهب میگفتن که ما نتبع الا ما الفینا علیه آباءنا. ابو جهل برای رسول الله صلی الله علیه و سلم که ما پیروی نمیکنیم مگر چیزی که از پدرای ما مانده. حالا خب مردم بگه که سعید آل شما نو آمدین
از پدرای ما چیزی که مانده ما او را هیچ تغییر نمیدیم. کدام پدرای تان؟ اما پدرایی که افغانستان به روس‌ها فروختن با پدر است. اما پدرایی که در محافل خود دخترها و بچه‌ها را میرقصاندن، از امو پدرها پیروی میکنیم. از کدام پدرایی؟ یک پدر برای ما نشان بده که واقعا به منهج الله و رسولش در حرکت باشه که ما از او پیروی بکنیم. مونږ د خپل د پلرونو څوم چې پلرونه پاتې ده هغه ته مونږ تغییر نشو ورکوی. هماغه به کوو چې د مونږ پلرونه کړي دي. ترجمه کدام آیت قرآن است؟ ما نتبع الا ما الفینا علیه آباءنا. ما متابعت نمیکنیم مگر آنچه که پدرای ما کرده.